السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، بسیاری برادرها یعنی زنگ میزنن به سوالی که زن گیریم و زن گرفته نمیتوانیم و همچنین برعکس بعضی خواهرها میگن که مثال شوهر کنیم و شوهر کرده نمیتوانیم. یعنی همین سوال بسیار میشه در این بابت زنگ میزنن میپرسن. الله سبحانه و تعالی هر انسانی که بزنه بهترین زن الله براش نصیب گردانه و هر خواهری که به شوهر خدا بهترین شوهرش رو نصیب گردانه. این حال ما در مترو لوبلینا قرار داریم. میتونین که انشالله کسی که جماعت و طبیعی در کارت باشه میتونین انشالله بیاین با رقم ها رو یک زنگ بزنید پس زدم هم بدیم میتونیم یک توصیه برادرانه بدیم. خب یعنی مشکلی سری چیه که بسیاری ها میخوان که بریم زن بگیریم و در یک بار هفته و ما بگیم اصاقالی میریم یا که خوزگاری میریم به قول باید ما را سرازه بتن دختر شونه. یعنی این کار و این گپ خطا های به خاطری که بعضی هاش دختر را گفت گپا با گلی چیز خطی کلام کرده یه 18 سال 19 سال 20 سال دختر کلام کرده یه و چه مشقت ها و نمیبره بته گفت گپا انسانی که عرق نوش نرکمن و دیگه او را نمیبره بته و تو انسان نه کلا نشناسه که هم انسان چه خیلی انسانه دخترش نمیبره نمیته. بعضی فکر میگن که خانه دختردار ای دخترش بیزار شده ما میریم باید ما را زوره کنه سر زبطه. نه این کار بالکل گفت گپا اگر در همه عقیده باشین در همه منینی باشین اگر این منینی خطا ای به خاطری که گفت گپا هر یک انسان فرزند داره هر یک انسان اپا خواهر داره. مثلا در جای همونها خطان بونه که مثال بگیریم یک انسان ناشناس بیا به خواهر شما خواستگاری میتینشه نه و همچون اونها را مثلا که یک بار میره دو بار میره چه خیلی که عربا میگن که در هر یک خانه که میکنم در دری که تخت کردی یک بار رفتی نمیدروی دویم بار کردیم سیم بار یک کار کرده همون در داخل میشه. یعنی مطلب میگه بیا که یک بار خواستگاری رفتی ندادن تو دویم بار رفتی ندادن تو سیم بار رفتی ندادن تو خلاص دیگه بسیار که رفتی وشه با اونها نزدیک میشه اونها تر رنگ خیش توار خود قبول میکنن و همون خاطر یعنی اگر که همون دختر ارزنده همون چیز باشه چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه الدنیا متاع و خیر متاع الدنیا هی امرأة صالحه. یعنی دنیا به مثل یک متاع است و بهترین چیز این متاع دنیا این زنی پاک دامن یعنی زنی صالحه زنی که الله پرستش میکنه الله عبادت میکنه و چیکار میکنه از ذکر و عبادت الله دور نیست و احترام شوهر میکنه. این زن بهترین نعمت های پروردگاره. این گونه اپرات ها در خلاص گرد مترو لوبلیانس اکثر افتی خلاص دیگر این همه خلاده. بعد بسیاری این حال بگیم بسیاری جوان ها چه جهتی زن باشه چه جهتی مرد بگیم شرایطی انسان نگه میکنه. مثال لوبای مرد که زن گیره با ماشین گفت که با قیمت بها برد و دسترخوان تا پر نعمت های بهترین بکن برای خواستگاری در دستی گفت که پاتایش یه پچکه پلا بجر همون حتی از همون نکاح میکنه میتند اما بعضی گفت که پا میروان به یگان واسطه به یگان خشته و به یگان چیریز دختر تا ما کلین کنیم میته و نی مثلا نمیمونه نمی انسان که فکر کنه و انسان فکر میکنه که دختر ما در پرفتگه یا من باید ما بتمشو خلاص شم نه و دختر شای پاره از بدن چه گوش پاره از بدن شای و نمیتونم پروستا گراره بتشو و همون خاطر یعنی پیش اونه که قدم میمونه باید فکر کنه که بعضی وقت میشه که بعضی انسان ها هستن که سلیش کم بگیم ایجیت مرد بگیم اگر نمیخوام در عزت نفسی هم کس برسم بعضی انسان هستن که سلیش کم بگیم اگرم خطا نمیشه کم بغله و میروان دخترهای بگیم رئیسا و انسان های وزیرا و دخترهایی که بگیم شرایطاشون به نهایت خوبه. وزیر معنی که پولدار خوب هستن رئیسشون میگن در خدمت یعنی رئیس هستن رئیس یگان زواد رئیس یگان محله دیگه و دیگه خلاصه که با اونها را خواستگاری اونها نشون میگن به خاطری که دختری او در مرور حیات زندگی کلانش دیگه که فقط در خونهش به یگان کمبودیه بگیم در خونه دامرابادنیچه دارن دیگه و دیگه اونم میاد در خونه گفتی که با گاوی تر بونی کنه و گوسپندی تر بونی کنه و گاوی تر بوتوشه و
بیا گفتی که پای کفای پدر مادرته نمیتونه این کارو کردن. هر یک انسان همون چی خچه میگیرده او رو اونی خچه. مثلا کمبغل با کمبغل زیبنده های بوی با بوی، یعنی بچه بوی دختر کمبغل هم بگیره نمیتونه، بخاطر که دختر کمبغل میاد بوی شرایط محیرم بینه چه گم میکنن. بعد این حالت ها میشه. در گفتم که در عزت نفسی هم کس نمیخوایم برسیم، در عموم هم این حالت ها خود از که میگذره و هم خاطر هر یک چیز به اورونی خودش باشه نور علی نور میشه. یکی از همه چیز مهم چیه که زن دیندار باشه و مرد دیندار باشه. انشاءالله که فرزندهای صالح و صالحه به دنیا میان که انشاءالله اونها خدمتگاری دین اسلامی باشه. خداوند هر یک ما شما رو یگان باشه، با دعا باشین. یگان گپی پست بلند زده باشم در عزت نفس یگان کسی رسیده باشم. از همتون معذرت و بخشش. السلام علیکم.